با نزدیک شدن ماه رمضان بازارها پر از غذا و نوشیدنی می شود و احتیاجات و هزینه ها زیاد و رقابت بین شبکه‌های تلویزیونی افزایش می‌یابد. بسیاری از مردم سریال‌ها و مسابقه‌ها را دنبال می‌کنند و مردم با دیدن شبکه‌های تلویزیونی آشفته می‌شوند و سریال‌های زیادی را برای تماشا انتخاب می‌کنند. مسئله بعدی عزیزان، بر حذر باشیم از دزدان رمضانی. در رمضان ما دزد داریم، در کمینند. الان شاید عزیزان تعجب بکنند، مگه دزدان آماده دزدی در رمضان هستند؟ بله. هزینه‌ها، موانع و دسیسه‌هایی که معنای رمضان را تغییر داده و ما را از ثمره فضیلت‌های آن محروم می‌کند و ما را از خشوع در نماز و تدبر و تفکر در قرآن باز می‌دارد. کسانی که از طریق رسانه‌ها، شبکه‌ها، فیلم‌ها و سریال‌های مستهجن و مبتذل می‌گذارند، دزدند اینا. چی رو می‌دزدند؟ مسلمان رو در فتنه می‌اندازند. شخص نشسته به زعم خودش روزه هست، اما گوشش روزه نیست، آواز و غنا و موسیقی گوش میکنه. چشمش روزه نیست، حرام رو نگاه میکنه. این سریال‌های مستهجن، این فیلم‌های به اصطلاح دوبلاژ شده ای که پخش میکنه صدا و سیما، حرام هست نگاه کردنشون، حرام هست. خصوصا برای خواهران و مادران الله بترسید. شب نشستید تا وقت سحر پای تلویزیون و نگاه تماشای فیلم سریال ترکی و سوری و فلان میکنی، روزه هستی. 20 رکعت تراویح هم خوندی، چند تا ختم در رمضان هم میکنی، بیچاره چی بردی از این؟ چشمت روزه نبوده، چشمت روزه نبوده، گوشت روزه نبوده، زبانت روزه نبوده، دست و پات روزه نبودن. رب صائم لیس من صیامه الا الظمآ، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند چه بسا روزدار هستند از روزه هیچی گیرشون نمیاد بجز تشنگی و گرسنگی. رب قائم لیس من قیامه الا السحر، چه بسا قیام کننده هستن شب قیام میکنه اما از قیام هیچی نمیبره بجز خستگی و بیخوابی. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. اگر روزه میخوای بگیری، روزه درست بگیر. از این دزدهای رمضانی بر حذر باشیم، خط بکشیم دور این فیلم ها و سریال ها و این تئاتر ها و این چیزهایی که در صدا و سیما در شبکه ها گذاشته میشه. همه اینا رو آماده کردن، 1 سال تمام این دزدان کار کردن که رمضان اینا رو پخش بکنن، تو رو در فتنه بندازند، ثواب روزه تا از بین ببرند، ثواب قیام تا از بین ببرند، نگذارند قرآن تلاوت بکنی. پس از الله بترسید، روزه‌ای که همراه با تقوا باشه که ما را از گناه دور بداره. و به این دلیل گذشتگان با شروع رمضان مشغله و هواهای نفسانی دنیا را کم و به عبادت مشغول می شدند. آنها شب کم می خوابیدند و در وقت سحر طلب آمرزش و به غذا و نوشیدنی ساده اکتفا و با همنشینی با قرآن زندگی می کردند. پس مواظب باشیم مشغله های دنیا، هواهای نفسانی و دزدان رمضان ما را از ثمرات این ماه مبارک دور نکنند. فرحا عبادا كلهم ذا النور